ба Тоҷикистон газ меояд. Мақомоти тоҷик бо Ӯзбекистон барои гирифтани гази табиӣ, ки 4 соли пеш қатъ шуда буд, музокирот доранд. рангҳои зиндагӣ. Сафорати Амрико дар Душанбе тасвирҳои беҳтарини хабарнигорони ояндаро интихоб кард. ما اعتراف میکنیم که روزنامه‌نگاران در یک جامعه دموکراتی یک عنصری ضروری است. برای همین ما این خیلی طرفدار کنیم. 100 соли инқилоби болшевикон ҷашн ва ё мотам, дар ҳоле ки коммунистони Тоҷикистон аз ин сана таҷлил мекунанд, барои ҳазорҳо тоҷикони муқими Афғонистон 100 соли азоб буд. ماجرا ما را به دائمی درواز پول دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در معبد بغلان بندی، در هم معبد بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و تشنگی را مردن. میونی دوشنبه و توشکان مذاکرات برای از سرگیری انتقال گاز طبیعی ادامه دارد. جانب ازبکستان در دور دوم مذاکرات در شهر توشکان که آخر هفته گذشته انجام شد، برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی از تاجیکستان حدود $150 طلب کرده است. شرکت توجیک ترانسگاز میگوید تاجیکستان تا آخر همین ماه خلاصه نهایی خود را به همسایه کشور پیشنهاد میسازد. انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان 5 سال پیش قطع شده بود. سفر همون مسئله نرخ و حجم بررسی میکنند تا آخر ماه. اگر طرفا راضی باشند ماه دکبر شرطنامه میبندند. نرخش $150 زیادتر پرسیسودی روزی ما باید بررسی کنیم نه موافقه کنیم که طلبات باشد. حجمش وابسته از درخواست سازی ما درخواست گفتیم که ببینیم چقدر درخواست جمع کرده میتونیم. موافقه و مسئله حجم و مسئله نرخ در بعد شرطنامه میبندیم. در شهر دوشنبه سفارت آمریکا озмуни به اصطلاح خبرنگاران آینده را نتیجه گیری کرد. طول چند ماه دهها خوانندگان مکاتب میانه کشور امکان داشتند تصویرهای برداشتهشان را از زندگی روزمره مردم به بهاگذاری داوران پیشنهاد نمایند. تشبثکاران اقدام مذکور باوری دارند که چنین آزمونها برای رشد ژورنالیستیک شهروندی مساعدت میکند. شهلای عبدالله گزارش میدهد. عکس گیاهی که در زمین به آب و خشک میروید در میان بیش از 100 عکس دیگر رأی بیشتر گرفت و بهترین تصویر آزمون روزنامه‌نگار جوان دانسته شد. با باور مؤلفش که از مهاجرین افغان است، اثر آفریده‌اش سرنوشت ده‌ها دختر تاجیک و افغان را بیان میکند. او که این را در شهر وحدت عکاسی کرده، گفته نیست دستیابی دخترها به موفقیت رویدن سبزه در خشکی را میماند. بسیاری از فامیل‌ها اجازه نمیده دخترای خود به درس بروه و پیشرفت کنه. گفته که دین اسلام همه را گفته که درس بخوانید، زن و مرد حقوق مساوی داره، یعنی میتونه درس به یک شکل بخونه. در این آزمون در قطار فاطمه افضل بیش از 30 نوجوان دیگری هم که آرزوی روزنامه‌نگار شدن را دارند با پیشنهاد تصویرهای مختلف از روزگار مردم عادی شرکت کردند. در طول 5 ماه سفارت آمریکا در تاجیکستان در 8 گوشه آمریکایی درس‌های فوتوژورنالیستیک را به راه ماند که در آزمون امروزه بهترین ها معین شدند. فکراً برای ما برای سفارت آمریکا این نمودی محفلی روزنامه‌نگاران جوان بسیار مهم، چون که ما می‌خواهیم که ما اعتراف میکنیم که روزنامه‌نگاران در یک جامعه دموکراتی یک عنصری ضروری است. برای همین ما این خیلی طرفدار کنیم. با تفاوت از دیگر آزمون‌های ژورنالیستان، یکی از شرط‌های اساسی آزمون این بود که تمام شرکت کنندگان طلبگان مکتب‌های میانه عمومی بودند. تربیه ژورنالیستانی نورس، همچنین جلب توجه جوانان به پیشه ژورنالیستیک، رشد ژورنالیستیک شهروندی و همچنین بالا بردن نقش جوانان در رشد جامعه و حل مسائلی که به زندگی آنها بستگی دارد. کوین کاورت، کاردار موقتی سفارت آمریکا در دوشنبه که در این چهاربینی به حیث مهمان شرکت میکرد، برگزاری چنین آزمون‌ها را مهم دانست. شما با آنچه تصویر میکنید علاقه شما و آدمان است. این یک فاجعه و یا خوشبختی آدمان است. این میتواند یک نظر یا خلاصه شما باشد که میخواهید نشان بدهید. برای همین این یک عکس خالی نیست، بلکه صدای شماست. از همه شما تشکر میکنم که اینجا جمع آمدید.
سفارت آمریکا در تاجیکستان اظهار آمادگی نمود که من بعد نیز چنین لایحه‌ها را دستگیری نماید. اما ادامه یافتن لایحه به شوق و خواهش شنوندگان گوشه آمریکایی بستگی دارد. صبح سه‌شنبه هفتم نوامبر قرارگاه شبکه خصوصی تلویزیونی شمشد در شهر کابل با حمله سلاح به دستان مواجه شد. مقامداران افغان و خادمان این شبکه تلویزیونی پشتو زبان به خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد گفتند که شماری از خبرنگاران و خادمان امکان یافتند بنا را ترک کنند، ولی اکثریت اثنای حمله در داخل قرارگاه بودند. طبق اخباری رسیده ابتدا ترکیش به وقوع پیوست و در پی آن کمش 3 سلاح به دست به بنای تلویزیون وارد شد. در صحبت تلفنی خادمان تلویزیون گفتند که ظاهراً 5 خادم این شبکه کشته شدند. ناظر امنیتی که ورود سلاح به دستان را توسط دوربین مشاهده کرده است میگوید که یک حمله‌گر را به قتل رساند. گروهی به نام دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله کاری دست آنهاست. تفصیلات بیشتر این حمله را در سایت آزادی www.azadi.org پیدا کنید. ضمناً بعد از چند لحظه دیگر درباره روزگاری هزارها تاجیکانی که 100 سال پیش در پی انقلاب اکتبر به این کشور جنگ زده فرار کردند گزارش میدیم، اما قبل از آن نگاهی میاندازیم به تاریخ انقلاب اکتبر و شیوه تجلیل آن در مسکو. رسا 100 سال پیش هفتم نوامبر بلشویکان زیر رهبری ولادیمیر لنین با برکناری حکومت پادشاهی روسیه کشوری را با نام اتحادیه شوروی اساس گذاشتند. بلشویکان سال 1918 به آسیای مرکزی آمدند و سال 1920 امارت بخارا را سرنگون کردند. انقلاب اکتبر که به یک روز بعد از سالگرد قانون اساسی تاجیکستان رسم می‌آید تقریبا از یادها رفته است و حالا تنها از سوی کمونیستان تاجیک جشن گرفته می شود. اما در میدان سرخ مسکو روز سه‌شنبه پرد نظامی برگزار گردید. راهپیمایی نظامی به مناسبت 76مین سالگرد پرد بود که در روز هفتم نوامبر در روز انقلاب بلشویکی صورت گرفت و صدها سرباز مستقیم از میدان سرخ به جنگ آلمان فاشیستی رفتند. نیروهای فاشیستی در چند کیلومتری قلب روسیه نزدیک آمده بودند. در روز صدومین سالگرد انقلاب بلشویکی میدان سرخ مسکو دیگر باره شاهد پرد نظامی شد. هفتم نوامبر سال 1941 هنگام اوج تجلیل جشن 24مین سالگرد انقلاب بلشویکی نیروهای آلمان فاشیستی در چند کیلومتری مسکو پایتخت روسیه قرار داشتند. سربازان روس بعد از راهپیمایی مستقیم از میدان سرخ به جبهه جنگ رفتند. بعد از سقوط اتحادیه شوروی تجلیل روز انقلاب بلشویکی رسما قطع شد. راهپیمایی ها در روز هفتم نوامبر را چند سال پیش از سر گرفتند، اما امروز را به حیث روز شرف نظامی روسیه تجلیل میکنند. امسال در پرد گروه سربازان پارک پرزیدنتی مسئولان آموزشگاه های حربی شرکت کردند و قرار است امروز طرفداران حزب کمونیست روسیه با راهپیمایی در مرکز مسکو 100 سالگی انقلاب بلشویکی را تجلیل کنند. حزب مذکور از طرفدارانش خواست با شعارهای زنده باد انقلاب سوسیالیستی، ما با کشورهای شوروی میفخریم و زمین به کشاورزان و کارخانه ها برای کارگران و خیابان ها برآیند. پرد نظامی را در مسکو تماشا می‌کردید و طور در بالاتر گفتیم انقلاب اکتبر برای ده‌ها هزار ساکن قلمرو امروزه تاجیکستان همچون مرحله آغاز زجر و دوری از وطن یاد می‌شود. با جاری شدن نظام کمونیستی آنهایی که از این رژیم ناراضی بودند مجبور شدند به آن طرف عمو فرار کنند. تعداد نسلی که از شوروی در افغانستان پناه بردند کم ماندند، ولی فرزندان و نبیرگان آنها زیر تاثیر قصه‌های بزرگسالان درباره تاجیکستان با حسرت صحبت میکنند. اقربای مخدوم عیسامی‌الدین قریب یک عصر پیش از آن طرفی آمو از ترس بلشویکان به افغانستان فرار کردند. اکثری آنها دانشمندان و مردمی دارا بودند. در شاعران، نویسنده ها، داملا سیبا از بخارا اومدی، از کلاب مهاجر زیاد است که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشتی جمی دیگه، داملا سیب عبدالله که این قبرش طرفتره که از چارچشمای کلابای داملا سیب غش به نام داملا برات که قبرش در مرکز ولسوالی است، یا مهاجرای است که از تاجیکستان به این طرف اومدن. چند دهه را در ولسوالی خواهان بدخشان افغانستان مهاجران آن طرفی آمو بنیاد کردند.
آنها از سال 1920 تا آخرهای سالهای 30 که دوره مقاومت شخصان ناریضا از نظام شوروی در مناطق جنوبی تاجیکستان است به اینجا آمدند. خود یعنی زندگی و دارایی را ماندن و خودشون و دینشون گرفته و از اونجا از دریای آمو عبور کردن به سرحد افغانستان آمدن. نیروهای بلشویکی در دست اول روحانیون و شخصان ثروتمند را تعقیب می‌کردند و گاهی هم آنها قتل و غارت می‌شدند. قشلاقی که قریه‌ای که از همون وقت تا به حال مانده به نام قریه چشمه توت این همینجا زندگی داشته و به اصلاح دین و آیین خود قایم گرفته و مانده. آخر سالهای 30 عصر گذشته رحمت الله عثمان با اقربایش از شوروی فرار کردند. او 9 ساله بود. هر لحظه آن روز را چون دیروز در خاطر دارد و همچنین زجرهایی که در غریبی کشید. وقتی که بعد ما اینجا مهاجر شدیم، از بعد حکومت افغانستان وقتی که بعد نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیشت، مهاجر در این سرحدا بعد نماند. مهاجرا ما را به دائم درواز کش دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و تشنگی را مردن. حالا رحمت الله دکاندار است، 90 ساله است و 15 فرزند و 67 نبیره دارد. بعد از انقراض شوروی به تاجیکستان آمد، تبار خود را زیارت کرد. بین تاجیکستان و افغانستان نظامی روادید است. رفت و آمد با خویشاوندان که دریای آمو آنها را از هم جدا کرده است برای آنها ترتیبی سنگین دارد. بسیار با مشکل ویزا را میگیری که حتی حکومت در افغانستان دیگه واسطه بازی است. آنها بر اینند که بعد انقلاب اکتبر وطن سابقشان آباد و زیبا شده است. اما انقلاب اکتبر چون صحنه تار تاریخ و روز فراق از اقربا و وطن در یادشان مانده است، هنوز هم زجر آن را میکشند. شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. имрӯз ҳунарманди саршиноси тоҷик ҳабибулло абдуразоқов 80-умин солгарди зудрӯзашро таҷдил мекунад. ин ҳунарманди маъруф дар синамову театр даҳо нақшҳои барҷаставу мондагор офаридааст ва ҳатто замоне ба сиёсат низ ҳамроҳ шуда буд. вале дар суҳбат бо ҳамкорамон зарангези наврӯзшоҳ гуфт то кунун завқи ҳунармандӣ дар дилаш ҷӯш мезанад ва аз нақшҳои нофаридааш таассуф мехӯрад. مروفیه سر می شود میبخشی من شتاب دارم صبر کنید. ҳабибулло абдуразоқов дар 29 солагӣ нақши бадриддинро дар филми марги судхӯр офарид. ҳоло ҳунарманди 80 сола бо ёдоварӣ аз рӯзгори гузашта ҳамин нақшро дар ҳаёти ҳунарии худ барҷаста медонад. аз соли 1966 премиера шуда буд. то ҳанӯзам در تمام جهان به انگلیسی هم ترجمه شد، به نمیسی هم، به فرانسوی، به بسیار زبانهای جهان ترجمه دوبله شده است، نمایش میدهند و تلویزیون تاجیکستان، کینوتئاترهای تاجیکستان هم تا هنوز فیلم مرگ سودخور اکتوری بزرگی ما زاهد دسمتوف قاری اشکرامه را بازی کرده بود. من صدریدین بازی میکردم، نه بدریدین. برای ابراز خودی صدریدین عینی را بازی میکردم. ҳабибулло ғайри нақши бадриддин дар 31 филми дигар нақш офарид, вале ба қавлаш доим ормони бозии нақши дигареро дар худ мепарварид. مثلا فیلم‌های فیلینی، انتونیونی در ایتالیا یا در فرانسه، همین چیزهای من آرزو میکردم نقش‌های عجایب و غرایب را بازی کنم. زدن و کشتن و پراندن نه فلسفی باشد. افسوس که این خیلی چیزها نرسید. الان حاضر کردم ممکن حاضر علاج نیست. ҳабибулло абдуразоқов аз заъфи саломатӣ имкон надорад дар саҳнаи театр нақш офарад ва дар лоиҳаҳои синамоӣ ширкат намояд. ӯ вақти худро бештар дар хона бо мутолиаи китобу тамошои душанбеи нав аз айвон сипарӣ мекунад. ӯ акнун барои варақ задани саҳфаи зиндагии пурпечутоби худ ҳам вақти бештар дорад. дар ҳамин ҷо ин нашри барномаи озодӣ ба поён мерасад. ахбори бештар аз инро шумо метавонед дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад. то мулоқоти фарда.